بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، شيخ الإسلام قدس الله روحه وطيب ثراه میگویند که وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا وجهه. و این چنین قول الله تعالی که و یبقى وجه ربک، و روی پروردگارت باقی میماند، ذو الجلال و الاکرام، که آن روی صاحب جلالت و صاحب اکرام است. روی الله سبحانه و تعالی روی بزرگ هست، صاحب جلالت هست و این صفت روح است. و الاکرام روی هست که اکرام میکند پیغمبرها را و شخصان صالح را. وجه ربک، روی پروردگارت گفت، اثبات صفت روی به الله تعالی. بعضی اهل بدعت میگویند که اینجا مقصود ذات پروردگار، و یبقى وجه ربک مقصد خودی پروردگار. و یبقى ربک میگفت الله تعالی با وجه ربک، روی پروردگارت گفته، روی را به پروردگار نسبت داد. فهمیدید؟ حالی بعضی ها گفتن که پروردگار گفتن، خدا گفتن اجازت است یا نه، این یک بحثی کلانه ده که پروردگار، آخی ما خود نباشد به زبان عربی گپ زنیم، ما نیم همه چیز ترجمه نکنیم. ربون پروردگار، رب هذه البلدة الطیبه، پروردگار این شهر کیست؟ پروردگار یعنی صاحب، مالکی مثلا همین تلفن من هستم، مثلا الله تعالی مالک آسمان ها و زمین ها و مالک من و مالک اون چیزی که من مالک اون هستم هست. مالک ترجمه آدم مفهوم مالکش چی نفهمیدم و مالک ترجمه میکنیم صاحب ملک. آخر وقتی که ما پروردگار گوییم یا خدا گوییم، این معنی اینا ندارد که ما اینا در جمله نامهای پروردگار در آوردیم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله تعالی نامهای زیبا دارد، شما نامها را با الله تعالی را با آن نامهای زیبا دعا کنید. ای خدا پروردگار ترجمه اله و ترجمه رب است. بله ما الله را ترجمه نمی کنیم، برای اینکه اسم است، اسم علم است، یا مثلا غیر الله دیگر نامها را ترجمه کردن می شود. در مسئله الله اختلاف است. اونایی که میگن ترجمه کرده می شود، اصل اشتقاقش از کلمه یعنی اله گرفته شدگی است. خیلی این بحثی وسیع هست. خلاصه یعنی به زبان غیر عربی ترجمه کردن رب، ترجمه کردن اله، نه ده خدا نگو میگن. و الله تعالی خداهای باطل گفته است، خداهای باطل. و ما چی الله های باطل گوییم؟ الله های باطل گوییم ترجمه شه؟ نه الله گوده، نه الله گو. چه خیلی الله میگه لا اله الا الله، نیست الله غیر الله گویم. خیر مردمی بی سواد هستند دیگر. خلاصه مردمی فارس خدای گفته آن شخصیتی که پرستش کرده میشه. حتی من بعضی آدم های هم میگفتن که فلانی خداش هم فلانی و خداش هم فلانی، و هم خدا هست و هم با عبادت هم میکنه خداشه، اصلا اون که بای هست و پولدار است. خدای تو پول است میگوید مثلا، یعنی مقصد شخصیتی که تو عبادت میکنی. یعنی خدا یک کلمه که به الله تعالی هم نسبت دادن میشد، به غیر الله تعالی. امام ابو حنیفه میگه که و یجوز ان یقول خدای تعالی، جایز است که انسان خدای تعالی گوید. در فقه اکبر گفتن و یجوز ان یقول بروی خدا، جایز است که بنده گوید که قسم بر روی خدا گوید، یعنی به زبان فارسی یا به زبان روسی. نیت باگه کرام الله،
جایز است باگ گفتم یا گاد به زبان انگلیسی. یعنی مقصد یک شخصیتی که پرستش کرده میشد، خواه آن اله یا آن خدا خواه خدای حق باشد خواه خدای باطل. خداهای باطل در دنیا بسیار است. خدای حق، شخصیتی که حق است، سزاوار است که پرستش کرده شد، این یگانه الله سبحانه و تعالی است. خلاصه اثبات صفت روی هست. این یک آیه. آیت دیگری کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز هلاک می شود غیر روی او گفت. برای چی غیر الا الله نگفت یا الا وجه نگفت؟ خودی وجه نگفت که روی نگفت. اگر مقصد از کلمه روی ذات الله تعالی باشه وجه خودش میگفت، وجه گفت، رویش. روی کی؟ روی الله تعالی. اگر کسی که مثلا بگذار کافر باشد لیکن عربی را خوب بداند، هیچگاه وجهه را یعنی الله تعالی ترجمه نمی کند. وجه الله تعالی، روی الله تعالی. و وقتی که ما صفت شنوایی، صفت بینایی، صفت علم، صفت سخن به الله تعالی اثبات کردیم، همین گونه صفت هر چیزی که الله تعالی اثبات کرده است اثبات کرده میگیریم. خیلی که یک قاعده را گفتیم، الکلام فی الصفات فرع عن الکلام فی الذات. سخن کردن در صفتهای الله تعالی فرع هست، یعنی شاخه هست از سخن کردن در ذات. ما میدونیم که الله تعالی هست، یگانه هست، ولی نمیدونیم که او چه خیل هست، ذاتش عبارت از چی هست نمیدونیم و نمیپرسیم هم که او چه خیل باشد و به یگان مخلوق ها مانند هم نمی کنیم. الله تعالی مانندی فلان است، مثلی فلان است گفته مانند نمی کنیم، برای آنکه لیس کمثله شیء، مانند الله تعالی چیزی نیست. ولم یکن له کفوا احد، و به الله تعالی چیز برابر نمی شود، هم مثل و مانند نمی شود. الله تعالی یگانه است. همه چیز هلاک می شود غیری روی الله سبحانه و تعالی. در اینجا اثبات صفت روی هست و اینچنین در حدیث های صحیح روی الله سبحانه و تعالی اثبات شده است. و شیخ الاسلام رحمت الله علیه وقتی که آیات ها که تمام شد، بعد حدیث های را که درباره روی، درباره دست و درباره دیگر صفات ها آمده است در آنجا بیان میکنم. و هفته گذشته کسی در درس سوال کرد که وقتی که همه کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، این با صفت وجه هست، شاید اینجا شیخ الاسلام ذکر کردن یا نکردن. دیگر آیات ها با هست که کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، همه چیزی که در بالای زمین است نیست و نابود میشد و روی پروردگارت باقی میماند گفت. و وقتی که روی را الله تعالی از دیگر بین دیگر صفتهایش روی را آورد برای بزرگ بودن روی، لشرفی، برای شرفی روی، برای آبروی روی در لغت عرب هر چیزی که وقتی که روبرو میشوید دیده میشود. در روبروتون وقتی که به روی شخص نظر میکنید یعنی آن همان روی حساب میشود. هر چیزی که در روبرو به چشم شما میرسد. و اینچنین در حدیث ها آمده است که دیگر جای تعویل نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دعاهاشون میگفتند که و شق سمعه و بصره، مبارک از ذات است که رویم را آفرید و چشم و گوشهایش را به دو طرف تقسیم کرد. چشم و گوش را به روی نسبت دادم. خب و قوله ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. یا مسئله دیگر که کسی گفتیم که اهل جنت هم نیست و نابود میشن، چون که الله تعالی همه نیست و نابود میشد غیر الله تعالی گفتیم که نه، اهل جنت نیست و نابود نمیشن، جنت نیست و نابود نمیشد، برای آنکه الله تعالی استثناء کرد. در سوره زمر
الله تعالی میگوید که و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. وقتی که به سور دم انداخته می شود، حضرت اسرافیل در دهانش سور هست، همیشه چشمش به آسمان، فرمان پروردگار رو از روزی که الله تعالی آفریده است منتظر است. کی الله تعالی مرا امر میکند؟ گفته چشمش به بالا هست. این دلیل میگه الله تعالی در آسمان است، در بالا هست. و وقتی که الله تعالی به اسرافیل امر میکند که به سور پوف کند، و نفخ فی الصور، وقتی که به سور نفخ کرده شد، پوف کرده شد، فصعق من فی السماوات، آنهایی که در آسمان هستن همه بیهوش میشن، میمیرن. و من فی الارض، و آنهایی که در زمین هستن، الا من شاء الله، غیر آنهایی که الله تعالی خواست. یعنی آنها نمیمیرن، آنها بیهوش نمیشن، میمونن. ثم نفخ فیه اخرى، ثانی مراتبه دویم به سور دم انداخته می شود. فاذا هم قیام ینظرون، این مراتبه ناگاه همه از قبرهاش خستگی نظر میکنند و چشمهاشون از کاسخانه هاش بیرون برآمدگی است از حول و دهشت آن روز. الله سبحانه و تعالی دهشت و وحشت آن روز را سبک و آسان بگرداند. خب شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتن که و ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، قول الله تعالی که الله تعالی به ابلیس گفت که چی تو را منع کرد که سجده نکردی به آن مخلوقی که من او را با دو دستم آفریدم. بیدی صیغه تثنیه، با دو دستم. الله سبحانه و تعالی با لغت عربی مبین گفته ایستاده است که ای شیطان، برای چی تو سجده نکردی به این آدمی که من این را با دو دستم آفریدم؟ این را مردم اشاعره و ماتوریدی و پیش از اینها بزرگان و استادانشان از جهمیه ها و معتزله ها و اهل بدعت تعویل میکردن. ید به معنای قدرت است میگفتن. ببینید این مراتب اکن با قدرت ترجمه کنیم. چی؟ ای شیطان، چی تو رو من کرد که به آن مخلوقی که من با قدرتم آفریدم سجده نکرد؟ و شیطان گفتنش ممکن که آخه پروردگار، تو منم با قدرتت آفریدی، حیوانها را هم با قدرتت آفریدی، زمین و آسمان هم با قدرتت آفریدی. و چی معنا دارد سخن الله تعالی با اون مخلوقی که من با قدرتم آفریدم سجده نکرده؟ با دستم، با دو، با سن قدرت الله تعالی دوتا نه. قدرت خیلی چیزی نیست که یک و دو کرده شود. ای شیطان، برای چی تو سجده نکردی با اون مخلوقی که من او را با دو قدرتم آفریدم؟ این قدرت یک و دو و سه و چار نمیشه، قدرت الله تعالی تمام. دو دیدید قدرت تغییر نمیگیره. برای اون که شیطان هم میگوید که من با قدرتت آفریدی، واقعا الله تعالی همه مخلوقات را با قدرتش آفریده است. تواناییش، وقتی که شما یک استالچه ساختید یا یک مثلا یک کاسه ساختید، این قدرت شما، توانایی شما است، ما نمیتونیم ساخته. الله تعالی با قدرتش تمام مخلوقات را آفرید. لیکن وقتی که با دستم گفت، این یه معنای خاص داره. الله تعالی 4 چیز را با دستش خودش آفریده است. مثلا یک انسان رئیسی، مثلا گوییم یک کارخانه هست یا رئیس خواجگی دهقانی هست، هر یک دانه ها رو با دستش نپاشید کرد. دانه ها رو مثلا تراکتور پاشید یا دهقان ها پاشیدن، لیکن اون که ما کشت کردیم میگود، من کشت کردم همینقدر حاصل گرفتم میگود مثلا. یعنی هست عملهایی که الله تعالی سپارش میدهد، با سپارش الله تعالی اجرا میشه، لیکن هست عملهایی که الله تعالی با دستش خودش کرده است، مانند خلق آدم، مانند خلق قلم،
مانند خلق جنت عدن، جنت و این چنین تورات. پیامبر صلی الله علیه و سلم این 4 چیز رو الله تعالی با دستش اجرا کرده است، آفریده است. آدم را، جنت را، قلم را و تورات را با دستش نوشته است. تورات به موسی علیه السلام کتابی کامل آمدگی است. کتابی کامل از آسمان جبریل آورده داده، مانند قرآن آیت به واسطه جبریل آمده با گوش پیامبر صلی الله علیه وسلم قرائت کرده نمی رفت. فهمیدید؟ خلاصه الله تعالی آدم را با دستش آفرید. ولقد کرمنا بنی آدم، در حقیقت ما آدم و فرزندان آدم را اکرام کردیم. و حملناهم فی البر والبحر، در زمین و در خشکی، در زمین و در بحر آنها را ما بالای دیگر چیزا برداشتیم. در بحر بالای کشتی میشیند، در زمین بالای اسب و شتر و خچیر و هواپیمای و دیگر اتومبیل و اینها میشیند. ما او رو اکرام کردیم. واقعا الله تعالی آدمی را اکرام کرد، او را با دست خودش آفرید. خب بعضی اهل بدعت میگن که قدرت تغری نگرفت، با ترجمه نعمت میگن. دست به معنای نعمت آمدگی است در لغت عرب. بنابراین وقتی که حضرت ابوبکر یک کافر در نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم حقارت میکنن، میگن که امسس بذر اللات، با این شرط و شروط هایت میگن بذر لات بمک میگن. بذر لات این خدای زنانه، صیغه زنانه زنک بود. لات هیکل همونه وقتی که میمورد مشرکای عرب میسازن، نه همونه عبادت میکردن. اون لات زنک هست، همون لات گفتن همون فرجشه بیمک. با این شرط و شروطات در صلح حدیبیه شرط ها مون به پیامبر صلی الله علیه وسلم. وقتی که حضرت ابوبکر همین گونه جواب دادن، اون آدم گفت که والله ابوبکر گفت اگر در زمانی پیش از مسلمانیت به من دستی نعمت نمی داشتی، کمکی مالی نکرده بودی، امروز من به تو جواب میگردانم. مشرک های عرب خصوصیت های خوب داشتن، یعنی قدر که همون نیکی ابوبکر در وقتی در زمان بی پولیش یاردم کرده بودن، گفت که اگر همون نمیشد من امروز به تو جواب میگردانم. یعنی حرمت همون نیکی تو ببینید کافر است یا نیکی شما رو در خاطرش داره، حرمت همون نیکی امروز من جواب نمیگردانم. خلاصه من ید به معنای نعمت می بیاید. لولا لک یدون علی، گفت اگر تو دست نمی داشتی در بالای من، مقصد دست یاری نمی کرده بودی. اینجا دستی معنوی، دستی مادی و حقیقی نه، دستی مجازی. ولی در لغت عرب دست به معنای نعمت می آید، لیکن اکنون با نعمت ترجمه میکنیم آیت. ای شیطان، چی تو را من کرد که آن مخلوقی که من با دو نعمت هم آفریدم سجده نکردی؟ نعمت دو یک نمی شود. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت های الله تعالی را می شمارم گوید شماریده نمی توانم. نعمت الله تعالی دوتا نه، کدام دوتا نعمتش که آفریده است تغری نمی گیرد. چی تو را من کرد با اون مخلوقی که من او را با دو نعمتم آفریدم؟ الله تعالی اگر آدم را با نعمتش آفریده باشد، دیگر مخلوق خود را با چیش آفرید؟ یعنی تغری نمیگیره. یگان دلیل نیست که با نعمت آفریده باشد. این سخن درست نمیگیره، نه به زبان عربی، نه به ترمین قرآن و نه به آن ذاتی که بهترین سخن کننده است. این سخنی بی‌معنا هست. من تو را با دو نعمتم آفریدم، نمیشه. بنابراین بعضی بزرگان اشعری ها صفت دست را اثبات کردند، گفتند که الله تعالی دست دارد، چه خیلی که به خود لایق و مناسب است، چه خیلی که سلفی صالح دست را اثبات کردند. بعضی بزرگان اشعری ها اثبات کردند، اما بیسواداشان با همین در همین قول ما این قول به هیچ جا تغییر نمیگیرد. نعمت، قدرت
با دیگر جاهایی هست که الله تعالی دستی راست و دستی چپ گفته است. و کلتا یدی ربی یمینون، پیامبر صلی الله علیه و سلم که هر دو دستی پروردگاری من راست است گفتم. وقتی که گفتن که یکی شما اگر یه دانه خرما صدقه کند الله تعالی اون را با دستی راستش قبول میکند. ثانی در دوامش گفتن که وکلتا یدی ربی یمینون، هر دو دستی پروردگاری من راست است گفتن. برای چی؟ برای اینکه وقتی دستی چپ گوییم در ذهن بشریت همین خیال میآید که دستی چپ بی‌قوت‌تر از دستی راست. برای این پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که هر دو دستی پروردگاری من راست است گفتن. راست خیر و برکت، راست یعنی دستی که از وی فقط خیر میبارد و در آن برکه هست. دستی چپ ضعیف است. بنابراین هر دو دستی پروردگاری من راست است گفتن. و این صفت دست است، صفت نعمت و قدرت، نه راست و چپ. این چون این انگشت ها آمد از در صحیح بخاری، انگشت ها، انگشت این صفت دست است. الله تعالی میگه که و ما قدر الله حق قدره، الله تعالی حقیقی قدر نکردن این مردم. و ما قدر الله حق قدره والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، زمین با تمام موجوداتش در قبضه پروردگار است روز قیامت. قبضه صفت دست است، قبضه صفت نعمت نیست که نعمت ترجمه کنید. قبضه صفت دست است. این چون این انگشت ها صفت دست است. نعمت انگشت ندارد، نعمت قدرت انگشت ندارد، راست و چپ ندارد، نعمتی راست و نعمتی چپ، قدرتی راست و قدرتی چپ ندارد. بنابراین با عقل های اشعری ها صفت دست و صفت علو، صفت عالی بودن الله تعالی، در بالای عرش بودن الله تعالی را، همین دو صفت را با عقل های اشعری ها اثبات کردن. برای آنکه در کجایی که روان روست میمانند، دلیل ندارند دیگر. اگر در حضور مردم اگر مناقشه کنند و جدال کنند دیگر مات میشوند. بنابراین اثبات کردند که الله تعالی در بالای عرش است، خیلی که به خود لایق و سزاوار است، و الله تعالی دست دارد و اون دست هم دو دست است. و قالت الیهود ید الله مغلوله، آیت دیگری یهودا گفتن که چنین یهودا نیستن این اشعری های ماتریدی ها، به شرم دارید. یهودا با وجود بدبختیشان به الله تعالی دست اثبات کردن، گفتن که ید الله مغلوله، دست الله تعالی زنجیر پیچ است گفتن، و معنای بخیل است گفتن. الله تعالی صفتی بد کردن. غلت ایدیهم، الله تعالی گفت که دست یهودان به پشت گردناشان بسته شد. این حکم است. از همه در دنیا بخیلترین خلق خدا اینا یهودا هستند. من ابخل خلق الله، میگه الله، از بخیلترین خلق الله تعالی یهود هستند. چون بخیل هستند. غلت ایدیهم، حکم الله تعالی. الله تعالی حکم کرد که دستی آنها بسته شد، دیگه آنها خیر نمیکنند. و لعنوا بما قالوا، و لعنت کرده شدن به سبب آن سخنی که گفتن. ببینید وقتی که تجاوز به حرمتی نسبتی الله تعالی میکند، حتی به دیگر، نه فقط فرزندانشان، حتی به دیگر همون نماینده هاشون و نسل و نسب هاشون کثافتش رسید. یعنی یهودایی که الله تعالی کمبغل گفته بودند، او در زمان قدیم 5000 سال پیش گفته بودند. لیکن یهودای حاضر هم دستاشون به پشت گردناشون بسته شد، یعنی بخیل گشتن. و لعنوا بما قالوا، و لعنت کرده شدن به سبب اون گپی که گفتن. در حق الله تعالی این سخن گفتن، لعنت کرده الله تعالی بخیل گفتن. در جای دیگر ان الله فقیر و نحن اغنیا، الله تعالی فقیر است و ما بای هستیم. وقتی که الله تعالی گفت من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا، کی به الله تعالی قرض میدهد؟ واقعا بزرگترین سخن در این دنیا این کلام الله است. ببینید الله تعالی با چی صیغه ما را به صدقه امر کرد در راه الله تعالی. گفت که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا
کی به الله تعالی قرض حسنه میتید گفت؟ قرض حسنه قرضی که میتید گشته داده میشه. الله تعالی در راه الله تعالی از بهر پولتون برایت نگفت. کی در راه الله تعالی قرض میدهد به الله؟ حتی به الله تعالی گفت شما اگر به کمبغل خیر کنید هم به دین مقدس اسلام دستی کمک رسانید برای پیشروی دین اسلام هم دانید که شما به الله تعالی قرض دادید. الله تعالی من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیست شخصی که به الله تعالی قرض حسنه میتید؟ قرض همه میداند که وقتی که از شما کس قرض طلب میکنه بازگشت دارد و الله تعالی دروغ نمیگوید، خیانت به قرض نمیکند. الله تعالی نمیماند که قرضتان در دستش ماند. کیست شخصیت غیر الله تعالی که با دل پر به وی قرض میدید؟ قرض میدید به یک مخلوق بگذار تقوادار باشد، ممکن بیچاره کمبغل میشه داده نمیتوند، دادن میخواهد داده نمیتوند، یا میمورد قرض در او میماند. الله تعالی ثانی یا ممکن خیانت کند، ممکن در روی و در مثلا ظاهر به تقوا باشد لیکن در باطن با مقصد گرفتن مال شما پول شما را گرفت قرض گرفت نمیتید. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی به الله تعالی قرض حسنه میتید؟ فیضاعف له اضعافا کثیرا، سپس الله تعالی قرض را چندین مراتبه مضاعفاً دو چندین مراتبه زیادتی کرده میده با پرسنتش. الله تعالی با این صیغه ما رو به صدقه هم، این صیغه بینویت با قوت است. این خیلی گپ زدن رو کی میتوند غیر الله تعالی؟ الله تعالی نگفته است که خیر کنید، سخاوت کنید، صاحب پول مال میشه. این خیلی سخنهای عادی نمیگوید، سخنهای الله سبحانه و تعالی با قوت است. یا آدم سوال میدهد که در قرآن در یگان جاش نگفته بوده است که عرق حرام است، الخمر حرام گفته باشد، عرق حرام است. آخر گفته آخر الله تعالی خیلی نیک یک مانند قشلاقی ها سخن کنند. الله تعالی چون سخنهاش با قوت است. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. این بسیار صیغه با قوت است. از موضوع بیرون نرویم. خلاصه این یهودا تا شخصیت هایی بودند که در حق الله تعالی بسیار بی‌آدابی کردند. الله تعالی را بخیل گفتند، الله تعالی را فقیر گفتند. بنابراین ولعنوا بما قالوا، به سبب این سخنهاشان لعنت کرده شدند، از رحمت الله تعالی دور کرده شدند. بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دست الله تعالی گشادگی است. ببینید برادرای عزیز، یهودا گفتند که دستی الله تعالی بسته شدگی است، یک تا دست است. برای آنکه وقتی که آنها که الله تعالی را بخیل وصف کردند، اگر دو دستی الله تعالی گویند این صفت بزرگتر است. وقتی که خواهید که پس زنید با صیغه مفرد میبیارید، تنهایی دستی الله تعالی بستگی است. یعنی یک دست خیر کننده دارد، مثلا یک آدم همون هم بستگی هست، خیلی یاد به همین معنا. یعنی که این سخناشون مقصد مرادشون از این سخن این که الله تعالی بخیل است گفت. ولی وقتی که الله تعالی به سخن آنها رد گردانید با صیغه تثنیه جواب داد. ببینید بل یداه مبسوطتان، بلکه هر دو دستی الله تعالی گشادگی است. نگفت نعمت، هر دو نعمت ترجمه کرده بینید، هر دو قدرت ترجمه کرده بینید، نمیشه. بلکه هر دو، اگر دستی الله تعالی از دو تا زیاد میشد همشه میگفت، لیکن دو تا که هست بل، چون که جای مقامی بیانی سخاوت الله تعالی است. اگر انسان با دو دست خیر کند بسیار خیر میکنه، یا با یک دست، با دو دست اگر دستی زیاد میداشت همشه میگفت. الله تعالی گفت که بل یداه مبسوطتان،
بلکه دو دست الله تعالی کشاده است. ينفق کیف یشاء، چی خیل خواهد همون خیل نفقه میکند، خیر میکند الله سبحانه و تعالی. یعنی اینجا اثباتی دو دست به الله سبحانه و تعالی. این دو آیت درباره صفت دست است. انشاءالله باز شیخ الاسلام رحمت الله علیه در پایان حدیث های صحیح که پیامبر صلی الله علیه و آله درباره دست و اثبات صفت دست گفتن میبیارن و ما صفت دست الله تعالی رو اثبات میکنیم. میگویم که الله تعالی دو دست دارد، لیکن کیفیت او را نمیدانیم. به عظمت و جلالت و بزرگی الله تعالی مناسب است آن دو دست و دستی هر یک مخلوقات به خودش مناسب است. دستی در از دستی ماهی فرق میکند، دستی انسان از دستی مار فرق میکند، دستی مرغ از دستی مثلا دیگر مخلوق فرق میکند. مادامی که دست نامیده شد معنای این ندارد که همش یک خیل است. دستی مخلوق ها از همدیگر اگر فرق کند من باب اولا، به طریق اولا دست الله تعالی از دست مخلوقات فرق میکند. دست الله تعالی هست، ما او رو اثبات میکنیم، چه خیلی که الله تعالی اثبات کرده، چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و آله اثبات کرده، ما رو انکار نمیکنیم. نمیگوییم که الله تعالی دست ندارد، چون که الله تعالی دارد گفته است و این چنین تشبیه هم نمیکنیم. و دست دارد بله مانند دست انسان ها یا دست فلانی ها نمیگوییم و این چنین سوال هم نمیدیم که اون دست چگونه دست باشد، نمیگوییم بدعت است و ایمان آوردن به دست الله تعالی واجب است. یگان مشکلی ندارد برادرها، اگر به الله تعالی ایمان داشته باشه یگان مشکلی ندارد. الله تعالی ما خودش نمیدانیم اون چه خیل است، این چنین دستش هم نمیدانیم چه خیل است. ما باوری داریم که الله تعالی هست، باوری داریم که دست هم دارد. و قوله واصبر لحکم ربک فانک باعیوننا، ای نوح علیه السلام صبر کن به حکم پروردگارت، فانک باعیون، تو در روبروی چشم ما هستی. اثبات صفت چشم، اثبات صفت چشم، تو در روبروی چشم ما هستی، یعنی ما تو را نظارت داریم، نگاه داریم. و این چنین دیگر آیت و حملناه علی ذات الواح و دسر، ما نوح را بر بالای یک کشتی شنانیدیم، حمل کردیم، برداشتیم که اون کشتی صاحب تخته های وسیع و با قوت و صاحب میخ های قوی بود. کشتی که حضرت نوح علیه السلام ساخته بی‌نهایت کشتی عظیم بود. کشتی عبارت از تخته و میخ های با قوت بود. تجری باعیوننا، در روبروی چشم ما در بالای آب جریان دارد، جاری می شود، سیر می کند در چشم های ما، گفت در نظری چشم ما. جزاء لمن کان کفر، و این کشتی را ما به حضرت نوح امر کردیم که او ساخت و این کشتی را ما محافظت کردیم از غرق شدن و کافرها را غرق کردیم همچون جزا به آن کفری که آنها ورزیده بودند. ولی تصنع علی عینی، و تا اینکه تو تربیت یابی در روبروی چشم من، عینی چشم من، اثبات صفت چشم. ما با الله تعالی چشم اثبات میکنیم، چه خیلی که الله تعالی اثبات کرده است. از پیش خودمون نگفتیم، در لغت عرب عین به معنای چشم است. الله تعالی به خود چشم اثبات کرد و رفتی جمله هم به دلالت به چشم میکنه از رو نقطه نظری لغت عربی و ما اثبات میکنیم چشم را، چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم هم اثبات کردن، لیکن نمیدانیم که اون چشم چگونه چشم است و میدانیم که به چشم مخلوقات مانندی ندارد و او چشم را به چشم مخلوقات مانند نمی کنیم. در این آیات ها اثبات صفت چشم، اثبات صفت دست و اثبات صفت روی هست که اینها صفت های ذاتی هست، صفت های ذاتی است و اینها صفت های اخباری هست. الله تعالی خبر داده است و ما خبری الله تعالی را تصدیق میکنیم، انکار نمیکنیم. نمیگوییم که الله تعالی چشم ندارد، الله تعالی روی ندارد، الله تعالی دست ندارد، انکار نمیکنیم. به دست و روی مخلوق ها مانند هم نمی کنیم و بلکه چه خیلی که الله تعالی اثبات کرد همین گونه اثبات میکنیم. الله تعالی علم نافع و عمل صالح و با فهم
صحابگان و تابعین فهمیدن قرآن و سنت را برای هر یکی ما و شما نصیب روزی گرداند. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.